میدونستید 1 میلیون سال طول میکشه تا یک همچین بطری توی طبیعت تجزیه بشه، ولی یه جا اسم اونا رو به ساحل میبرند تا دوباره متولد بشن، البته بدون درد و خونریزی. ماسه دومین ماده پرمصرف جهان بعد از آبه و نه تنها در ساخت و ساز به کار میره، بلکه ماده اصلی تولید شیشه است. خیلی از سواحل دنیا به خاطر استخراج بیرویه شن ماسه در حال نابودی هستند، اما توی نیوزلند پروژه‌ای به اسم گلاس تو سند راه افتاده تا زباله‌های شیشه‌ای رو برگردونن به طبیعت بدون اینکه به کسی آسیب بزنه. بطری‌های شیشه‌ای در 3 سوت پودر و تبدیل میشن به شن نرمی که میتونیم با پاهای برهنه روشون راه بدیم. از هر بطری میشه نزدیک به 200 گرم ماسه تولید کرد و این دستگاه میتونه روزانه هزاران بطری رو خرد و خاکشیر کنه. از پودرهای تولیدی میشه برای بازسازی سواحل، تولید بتون، خاک‌های رنگارنگ برای باغچه و گلدون و حتی فیلترهای تصفیه آب استفاده کرد. توی بعضی مناطق با همین شنهای بازیافتی به جنگ یکی از بحرانهای زیست محیطی رفتن و سواحلی رو ترمیم کردن که قبلا در حال فرونشست بودن. گاهی یه قدم کوچیک میتونه یک تغییر بزرگ ایجاد کنه. با لایک و ارسال این ویدیو به دیگران این روش رو به بقیه آموزش بدید.